امروز توی نورنبرگ یه بازار دست دوم فروشی پیدا کردیم که همه وسایل دست دوم خودشون مثل لباس و لوازم عتیقه تو خونه و صفحه گرامافون و اینا رو آوردن و دارن میفروشن. حتی از این ظرفای گل سرخی هم وجود داره. Entschuldigung, was kostet das Teeservice? کلا چیزی که متوجه شدم اینه که اروپایی‌ها به بازارهای دست دوم فروش خیلی علاقه دارن و هر موقع که هوا خوب باشه سریع بساط دست دوم رو راه میندازن. توی این بازارم این قسمتش واقعا مورد علاقه همه، قسمت کومیکا. این خیلی قشنگه.